سلام مجدد دوستا. ما رسیدیم به این منطقه که نامش اینجا است کپل و اینجا هم در پارک پلاتسش هستیم که موتر تازه پارک کردیم و بریم داخل از این دکان، از اونجا رودل بگیریم و بریم تیکت سایل بان یا نمیفهم تلکابین میگه بریم بالای کوه و از اونجا برای شما ویدیو میگیرم که وقتی پایین آمدیم رودل سواری کردیم. اما فکر کنم این ویدیو طولانی میشه، به خاطر از ما این ویدیو را یک رقم بغلکایی میگیرم. باز براتون حتما یا در این کانال پست میکنم یا در کانال یوتیوب پست میکنم که از رودل سواری براتون نشان بدم. اگر کسایی که دوست داشته باشه واقعا میشه یک تفریح خیلی خوب بود برای فامیلیا مخصوصا. یک چیزی نیست که یادگیری نیاز داشته باشه مثل اسنوبورد سواری و یا اسکی سواری. لازم نیست که حتما قبلا یادگیری انجام بدین یک هفته دو هفته. امی که شما بیاین و بگیرین رودل و برین اثری که خود اعلام کنین دیگه واقعا یک تجربه خیلی عالی است. بریم که براتون ویدیو رو بگیرم و نشان بدم.